شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل مواردی رو که یک فرد روزه‌دار در هنگام روزه اش می تواند انجام بدهد و کارهای مباحی محسوب می شوند در حالت روزه، نمونه از این کارها را من خدمت شما عرض کردم. در این برنامه هم انشاءالله میپردازیم به بیان برخی دیگر از مواردی که یک فرد روزه‌دار در حالت روزه اعم از روزه‌های فرضی یا روزه‌های نفلی میتواند انجام بدهد و هیچ گونه تضادی با روزه ندارند. یکی از این موارد که بر اساس نیاز هست، طبعا که احیانا خانم ها شاید به این مورد نیاز داشته باشند و شخص روزه‌دار چاره‌ای نداشته باشد جز این که این کار رو انجام بدهد، چشیدن غذا هست. فرض بفرمایید که خانومی و کدبانویی برای پختن غذا و برای تعیین کردن مقدار نمک غذا و شوری و بینمکی غذا نیازی به این دارد که غذا را در واقع بچشد. از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و افرادی که بنابر نیاز و چون که لازم شده میخواهند که غذایی را بچشند و بدون این که این غذا را فرو ببرند، این آب دهانشون را فرو ببرند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در این زمینه قولی را دارد که برای کسانی که نیازی دارند در این زمینه و میخواهند غذایی را بچشند و اصلاح روزهشون در این زمینه میفرماید که باطل نمی شود و این یک روایت حسنی هست که در مسند و در مصنف ابن ابی شیبه از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده و عموم فقها هم نظرشون در این زمینه همین هست که اگر بر اساس نیاز یک فردی غذایی را چشید، این در روزه اش هیچ گونه تأثیری رو ندارد و باعث شکسته شدن روزه نمی شود. اما یک مورد دیگری که در این زمینه وجود دارد و بسیار در این زمینه سوال و پرسیده می شود، اون مورد این هست که برای شخص روزه‌دار جایز هست که همسرش را ببوسد یا این که زن و شوهر همدیگر را در حالت روزه به آغوش بکشند. این گذشته از این که از عمومیات احکام فقهی در این زمینه از کتاب و سنت جایز هست، بلکه از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و از گفتار ایشان کاملا مستند هست و که این امر یک امر جایزی هست و باعث شکسته شدن روزه نمی شود. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در این زمینه می فرمایند که کان النبی صلی الله علیه و سلم یقبل و یباشر و هو صائم. رسول الله صلی الله علیه و سلم همسرانشان را میبوسید، در آغوش میکشید و همچنین در حالتی که ایشان روزه بودند و در ادامه میفرمند و کان املککم لعربه. منتها رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه از تمام شما قدرت بیشتری داشتند بر مهار کردن به اصطلاح نفس خودشون، یعنی اینکه اگر انسان مطمئن هست که اعمالش در اختیار خودش هست، اختیارش را در واقع از دست نمیدهد، از نظر شرعی برایش جایز هست که همسرش را ببوسد و زن و شوهر همدیگر را در واقع به آغوش بکشند.
و همچنین روایت شده باز هم از حضرت عایشه و همسران دیگری ایشون هم مطالبی مشابه به این نقل شده که ایشون می‌فرمایند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبلنی و هو صائم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام روزه همسران خودش را میبوسیدند، هم ایشون روزه بودند و هم همسرانشون در واقع روزه بودند، اما همون گونه که از حدیث سابق حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها برداشت می شود و صراحتاً بیان شده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از هر یک از شما اختیار خودش را در دست خودش داد. یعنی این که اگر فردی مطمئن نیست که روزش را نشکند و این در واقع بوسه منجر به شکستن روزه نشود، از نظر شرعی چنین اختیاری را دارد. اما اگر کسی واقعا میترسد و بیم و هراس این را دارد که اگر تا این اندازه پیش برود چه بسا که منجر بشود به شکستن روزه‌اش و نتواند خودش را کنترل بکند، پس در این صورت حکم شرعی هم این است که این برمیگردد به اختیار اون شخص که وقتی که نمیتواند خودش را کنترل بکند، پس بنابراین باید از این مقدمات هم پرهیز بکند. و این عمل مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، یعنی هم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل جایز بوده، زیرا که عمل ایشان به عنوان یک نوع حکم شرعی و بیان جوازی هست برای تمام امت. و در این زمینه روایتی هست از حضرت عمر ابن ابی سلمه که در منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. مادرشون ام سلمه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. ایشون اومدند یک روزی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و از ایشان یک سوالی رو مطرح کردند که یا رسول الله، یقبل الصائم، آیا صائم فرد روزدار اجازه دارد و از نظر شرعی میتواند که همسرش را ببوسد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون فرمودند که از این سوال بکن، یعنی اشاره کرد به مادرش که از مادر خودت این سوال را بکن که جوابش را برای شما بیان میکند. و همسر ایشان حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها خبر دادند به فرزند خودشون که بله رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام میدهند. حضرت عمر ابن ابی سلمه رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه این جواب را از مادرشون دریافت کردند، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردند که یا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. الله متعال گناهان گذشته و آینده شما را معاف کرده. اعلام کرده الله متعال که گناهان شما تمام بخشوده شده. شما شاید در این زمینه با ما حکمتون یکی نیست، شما شاید این یک نوع خصوصیت و ویژگی باشد برای شما. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اما والله انی لاتقاکم لله و اخشاکم له. به خدا قسم من از تمام شما خشیت بیشتری و تقوا و پرهیزگاری بیشتری دارم و از الله متعال از تمام شما بیشتر میترسم. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمودند که این حکم یک حکم اختصاصی برای من نیست، بلکه برای تمام شما این حکم وجود دارد. و همچنین در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم بوسیدن را با مزمزه کردن در واقع قیاس کردند و این بیان حکم را به این صورت در واقع به امت خودشون بیان فرمودند. در روایتی هست که جابر میگوید که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک روز اومدند پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و به رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کردند که یا رسول الله لقد صنعت اليوم امرا عظیما، من امروز یک کار بسیار بزرگی را انجام دادم. رسول الله فرمودند خب چه کار کردی؟ گفت در حالتی که روزه بودم همسرم را بوسیدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ارأیت لو تمزمزت من الماء، خب اگر شما در حالت روزه آب در دهان می کردید یا به تعبیر شرعی مزمزه می کردید چی بود؟ حکمش چی هست؟ حضرت عمر فرمودند که هیچ ضرری به روزه نداشت و شکننده روزه نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ففیما، یعنی حکم این هم این است، یعنی حکم بوسه دقیقاً مانند این است که شما مجاز هستید در حالت روزه آب را در دهان خودتون بگذارید یا به تعبیر شرعی مزمزه بکنید. پس بنابراین اون گونه که از این روایات معلوم می شود برای شخص مسلمان زن و مرد در حالت روزه جایز هست که همدیگر را ببوسند و بوسیدن و در آغوش گرفتن همدیگر این جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود، منتها کسانی که احتمال می دهند که به این امر بسنده نکنند و مرتکب
مقاربت و همبستری بشوند و در نتیجه مرتکب گناهی بشوند و روزهشون بشکند و کفاری برگردنشون لازم می شود، چون این افراد باید حتی از این مقدمات هم باید پرهیز بکنم. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.